فورум بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 در قلب تاجیکستان شهر دوشنبه 2 روز ادامه داشت. این چرابینی سطحی بلند بود تشبث کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان دایر شده. در آن بیش از 1500 اشتراکچی از بیش از 50 کشور جهان از جمله نمایندگان حکومت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسه‌های مالیوی، شرکت‌های بزرگ و بخش خصوصی شرکت ورزیدند. ضمن نتیجه گیری از کار فورم رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سلطان رحیم‌زاده اطلاع داد که در روند فورم 3 جلسه پلنری از جمله جلسه مخصوص پلنری بخشیده به امکانیت‌های سرمایه‌گذاری شهر دوشنبه، 12 جلسه پنلی و یک قطار میزهای مدور برگزار شدند که موضوعهای سرمایه‌گذاری‌های سبز، رقمی‌کنونی و ذهن صنعی، رشد شهرها، صنعت، کشاورزی، سیاحی، مالیه و همکاری دولت و بخش خصوصی را در بر گرفتند. در دایره فورم 52 سازشنامه و سندهای همکاری با مبلغ عمومی 4.1 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا به امضا رسید که از این 17 سازشنامه با مبلغ 501 میلیون دلار به شهر دوشنبه راست می آید. همچنین در چارچوب فورم 21 چرابینی کناری برگزار شد که به سمت‌های صاحبکاری، تکنولوژی‌های سبز، نقش زنان در اقتصادیات، فرانچایزینگ، بازار سوغورته و رشد منطقوی بخشیده شدند. در نمایشگاه بین‌المللی 42 شرکت محصولات، تکنولوژی‌ها و راه‌حل‌های اینواسیونی خود را معرفی نمودند. همزمان گوشه ویژه فورم عمل کرد که در آن معرفی زیاده از 20 لایحه و تشبث‌ها برگزار گردید. همین گونه فورم بین‌المللی دوشنبه اینوست 2025 موقع تاجیکستان را همچون شریک با اعتماد و گشوده برای همکاری‌های سرمایه‌گذاری درازمدت در سطح بین‌المللی باز هم تقویت بخشید.